سلام عزیزای دل، وقت شما بخیر. خوش آمدید دوباره به یک ویدیو دیگه. امروز بخیر آمدیم به یک مکان بسیار خاص، به یک مکان بسیار مهم. اینجا مکانی است که به نام تفنگداران نیروی دریایی آمریکا یاد میشه و یک مکان بسیار خاص است. براتون میریم از نزدیک نشان میدم و ای که اینم براتون بگیم که این مکان از جایی که ما هستیم فعلا اون طرف یادبود واشنگتن دیده میشه و یادبود لینکن دیده میشه، کنگره آمریکا کلش از اینجا دیده میشه. ولی یک چیز جالبی که هسته ای است که این مکان در ایالت ویرجینیا قرار داره. یعنی براتون بگیم که مربوط ایالت ویرجینیا میشه. این طرف آب اومدیم. قسمی که در ویدیو قبلی براتون گفتم، اگر دیده باشید، گفتم که واشنگتن دی سی مربوط هیچ یک از ایالات نمیشه، خودش هم ایالات نیست و ای که ما فعلا در کنارش ایالت ویرجینیا هست که ما فعلا آمدیم داخل ایالت ویرجینیا و این مجسمه هم این مکان هم در ایالت ویرجینیا قرار داره. بریم که یکم ترک بیشتر در موردش معلومات بگیریم. عزیزای دل، این 6 سربازی را که پشت سر ما میبینید در حال برافراشتن پرچم امریکاست. این سربازا شامل جنگ جهانی بود به نظرم، دقیق معلوماتشون را براتون میگم. و این که از این جنگ ما مستقیم بریم تقریبا یک 20 دقیقه و 15 دقیقه راسته که میرسیم به پنتاگون و ببینیم اگه امکانش بود وقتش بود میریم از نزدیک اون طرف هم یک سر میزنیم. و این که این قرار آمدم فقط به خاطر این مکان. دوستان عزیز، این مجسمه ها را که میبینید به یادبود ایوجیما مشهور است که در این نزدیکی یک گورستان بسیار بسیار کلان یعنی گورستان ملی آرلینگتون قرار داره و به افتخار تفنگداران نیروی دریایی آمریکا ساخته شده. طراحی این مجسمه را از روی یک عکس بسیار تاریخی الهام گرفته شده که تفنگداران در حال برافراشتن پرچم آمریکا در نبرد ایوجیما در جنگ جهانی دوم هستند. این یادبود توسط فلکس دیولتون ساخته شد و در سال 1954 تکمیل شد. در روی این مجسمه ها در پایینش یک جمله بسیار مهم عکس شده که نوشته شده که شجاعت بی‌نظیر یک فضیلت مشترک بود. این مجسمه نمادی از شجاعت و اتحاد و فداکاری است و یکی از نمادهای مهم تاریخ امریکا محسوب میشه. و قسمی که گفتم در این نزدیکی در کنارش آرامستان یا همون قبرستان ملی آرلینگتون است که میریم داخل اونجا را از نزدیک میبینیم. خب دوستان عزیز، اینجا هم که دیدیم نیروی تفنگداران دریایی آمریکا را، مجسمه هاش هم دیدیم و در این قسمتش باز هم یک قبرستانی بسیار بسیار کلان است، چیزی که در نقشه ما دیدم و ای که میریم اونجا را از نزدیک ببینیم. یک قبرستانی بسیار بزرگ است که اینجا بیشتری سربازای جنگ جهانی و نمیفهم کلا اکثرا اینجا سربازایی که درای وطنشان کشته شده اینجا دفن شده و میریم این قبرستانی را از نزدیک میبینیم. اینجا هم که میبینید معلومات داده. فکر کنم ورودی شو اون قسمت باشه. میریم از نزدیک و چیزی که در نقشه معلوم میشه بسیار کلان است، بسیار کلان است. بریم از نزدیک ببینیم حالی که آمدیم این طرف. و تکرار میکنم بازم عزیزای دل، اینجا مربوط واشنگتن دی سی نمیشه، مربوط ایالت نامش یادم رفت، ویرجینیا، مربوط ایالت ویرجینیا میشه و ای که فقط یک رودخانه در بینشان فاصله است. قسمی که گفتم اینجا شما قشنگ دیگه کنگره را میبینید، یادبود لینکن و یادبود واشنگتن کلگیشه و میدان هوایی هم اینجا بسیار نزدیک است. و خیر
فردا که خواستیم اینجا رو ترک کنیم از میدان هایی باز از اونجا براتون فیلم میگیرم. خب ایزوی دل اینجا ورودیش هست. نمیفهم که اجازه داریم بریم داخل یا نه. تلاش ما رو میکنیم بازم میریم از نزدیک. اگر اجازه داد که میریم داخل. خدا کنه اجازه بده. همه راه آمدیم حداقل اجازه بده که بریم داخل. اگر نه دیگه مجبور هستیم که برگردیم سمت شهر. Hi. اوکی. بسیار اینجا جدی تلاشی شدم با اینکه ما تلاشی کردن اینا بعد اجازه دادن که بیایم داخل و ای که دوباره اینجا سلفی استیک کامera اجازه میگن نیست و دلیلی اینو من نفهمیدم چرا. بعد از یکیشون پرسان بکنم اینجا پرسان کردم گفت نمیتونم بگویم. متاسفانه سلفی استیک دوباره باید گذاشتم داخل بایکم اجازه نیست که استفاده بکنیم. خب به هر حال خوبیش هست که همه راه آمدیم و اجازه دادن که بیایم داخل. فکرش بکن از اون دل که همه مخلوق اینجا خو است. تمام اینا یک روز آرزوهای در دل داشتن و امیدهای در دل داشتن چه غرورایی که نداشتن. بهتر از فاز نصیحت نگیرم گم کن. خب به هر حال بسیار زیاده سال نمیفهم کدام طرف شما برم. شما دوستان عزیزی طرف ببینید. دو طرف سرک تعداد زیادی هستن که فکر کنم کدام مراسم جنازه است یا کدام مراسم یادبود است. میریم از نزدیک ببینیم اگه اجازه ما بده که پیش بریم. اکثر هم سرباز هستن. اما قسمی که گفتم دوستان عزیز آرامستان ملی آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن دی سی قرار داره. البته در ایالات ویرجینیا یکی از مهمترین مکانهای یادبود در آمریکا است. این گورستان محل دفنی بیش از 400,000 نفر از سربازان و رهبران و قهرمانان ملی کشور هست که اینجا دفن شدن. این آرامستان نمادی از فداکاری و خدمت و احترام به تاریخ آمریکا است و سالانه میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهان میاد و از این مکان دیدن میکنن. Hi. How you doing, sir? اینا ایزوی دل اینجا برای یاد بود به خاطر کشته شدگان جنگ جهانی و کلان کسایی که برای امریکا کشته شدن اینجا آمده برای یاد بودش. کلشون جمع شدن. قسمی که از در بغل اتوبوس نشسته بود مال ایرفورس بود و اینا به نظرم که دوری هم جمع شدن فقط برای یاد بود. من از دور فکر کردم که شاید کسی را آمده اینجا دفن کنه اینا ولی نه.
و ای که دوستان عزیز جالب است که بین همه جمعیت اینجا که میبینم، البته کلشون نمبرگذاری شده ولی بازم خانوادهش اینا اگه بخوای اینا پیدا کنه دیگه بسیار بسیار جای سختی است، چون کلشان مشابه هم است. سنگاش قسمی که میبینید و فقط نام و مشخصاتش نوشته است و نمبرگذاری شده. حتما کسایی که میان اینجا یک جای مشخصی داره که پرسان میکنه، اونجا دقیق نشان میده که در کدام موقعیت قرار داره و مقبره ایشان. دوست عزیز از اینجا باید میریم بالا به سمت جایی که جان اف کندی دفن شده. بسیار جالب بود که اتفاقی من اینجا رو دیدم و قبلش اصلا اطلاعی نداشتم که در کجا هست، قبلش در کجا قرار داره اینا، و بسیار خوشحال هستم که حداقل یک اطلاعات دیگه در اطلاعاتم اضافه شد. حالا میفهمم که در کجا قرار داره و دیگه میریم سر جایگاهش. اینجا کلگی در رو جمع شده، یک شعله آتش هم در وسطش روشن است که نمیفهم پایین چه خبر است، خدا میفهمه. خب یم از قبر JFK یا جان اف کندی، رئیس جمهور سابق امریکا که توسط یک ترور کشته شد که فیلمش اگه شد من میمونم این طرف ویدیو، و آرامگاهش اینجا ساختن، مردمان زیاد می اینجا دیدن میکنه. دوستان عزیز مقبره جان اف کندی رئیس جمهور پیشین امریکا که قسمی که پیشتر براتون گفتم در یک ترور توسط ترور جانش از دست داد و کشته شد، در گورستان ملی آرلینگتون قرار داره و به دلیل شعله ابدی که همسرش یعنی ژاکلین کندی طراحی کرده بسیار مشهور است. این شعله به طور دائم روشن است و هیچ وقت اجازه نمیتن خاموش شود تا فعلا البته، و نمادی از یاد و خاطره او را گویا میخواین که زنده نگه دارن. آمدیم اینجا یک مکان به نام آمفی‌تئاتر یاد میکنه که بسیار یک جای مکان زیبا و کلانی است جور شده در منطقه‌ای که تقریبا یک 10 دقیقه فاصله داره از جایی که قبر JFK بود یا جان اف کندی بود. میریم از نزدیک میبینیم اینجا یک سرباز اجرا داره، بریم از نزدیک اونو ببینیم که اجراش چه رقم است.
اگر امکانش بود، اگر شرایطش داشتین بخیر آمدین این طرفا مسیرتان خورد، حتما از اینجا دیدن بکنید. یک کم ترک پیاده باید بگردین، پیاده گشتن باید گردن بگیرید، چون بسیار یک محوطه کلانی است، نیاز در پیاده گردی زیادی داره، ولی ارزش داره که از اینجا دیدن بکنین. خوب عزیزای دل، یک روز دیگه هم به پایان رسید. امروز آمدیم مجسمه های نیروی دریایی آمریکا را دیدیم، دیگه قبر جان اف کندی را دیدیم و یکی یک تئاتر بسیار مهم اینجا برای اجرای یاد بود از این کشته شدگی ها اینجا که تجمع میکنن اون دیدیم. خلاصه چیزایی که نیاز بود دیدیم. خدا کنه که لذت برده باشید. روز هم دیگه کم کم به پایان رسیده، روز بخیر بریم به سمت هتل و ای که امروز روز آخرمان بود در واشنگتن دی سی و انشالله فردا حرکت میکنیم به سمت مقصد بعدی. بخیر فردا باز ویدیو ای که سمت میدان هوایی میریم و بخیر اونجا حرکت میکنیم، باز اونجا مشخص میشه بخیر کجا میریم. فعلا بان که مثل یک راز باقی بمانه. خوب عزیزای دل، همینجا ویدیو رو به پایان میرسونم. خدا کنه که بازم میگم لذت برده باشید. وقتتون خوش. بدرود. سفر لایک کنین، کامنت بذارید، سابسکرایب یادتون نره.